بچه‌ها، خوش اومدید به این ویدیو. من مستا هستم. اومدم با یه دونه ولاگ یزد با اردوی مدرسه. توی ویدیو قبلی که گذاشتم دقیقا با همین شرایط بودم و گفتم که یعنی الان دقیقا قبل از این ویدیو من داشتم ویدیو قبلی رو ضبط می‌کردم، یعنی ریکورد می‌کردم و دقیقا اومدم گفتم خب این توی این ویدیو هم بعد همین برم و قضیه قراره که ما قراره از امشب که سوار قطار میشیم تا دوشنبه صبح تو قطار باشیم، یعنی بعد گفتم شب سوار میشیم صبح میرسیم، بعد یک شنبه شب دوباره سوار میشیم، دوشنبه صبح دیگه تهران. در این طول ما ویدیوهای مختلف جاهای مختلف و خیلی سری متفاوتی داریم که قرار باهاتون بذارمش و خیلی حقیقتا ذوق دارم و خواستم که شما ببینیدش. خلاصه بریم سراغ ویدیو. هایی دوباره ما برگشتیم. ما الان توی راه آهنیم. سلام میذارمش یوتیوب و منتظریم که همه بیان و ایشی نیومده الان پیش مامانان. ولی ما اینجا بلیطامون رو گرفتیم. موهای منو خسته ایم واقعا خیلی. موهای من داره بیشتر میشه. نکن مشکل داری؟ اصلا ما الان داریم بریم سوار قطار شیم. برا شادیم خوشحالیم. تازه یه سری داستان داره. داستان شما میریم توی سالن، میریم توی اتاقامون که رسیدیم تعریف میکنیم که چی شد توی صف، اصلا چه اتفاقی افتاد. این حجم از سر صدایی که میبینید به خاطر همون داستانی بود که قرار بود تو اتاقمون تعریف کنیم و هیچ وقت تعریف نکردیم بود که ما همزمان با یه اردوی پسرونه صفمون بود و این همه سر صدا به خاطر جوگیر شدن تمام بچه‌ها، نمیگم فقط پسر خود دخترم جوگیر شده بودن و اصلا یه داستان خیلی خرط و خری بود. بچه‌ها ساعت 1:30 شبه و ما خوابمون نمیبره. هر چیز دور میزنیم خوابمون نمیبره. من دیگه چقدر نشدم. خیلی سخت حقیقتا. همه چیزی بگم چی نمیاد از چیزی. خب دیگه ما باید بخوابیم. البته سعیمون رو میکنیم. من و سوگن تو اون لحظه خوابمون نبرد و نشستیم کارتون باربی دیدیم و غذا خوردیم. بازم خوابمون نبرد که انقدر گرم بود در اصل کابینمون، یا کوپه که نبودیم، اتوبوسی بود موقع رفت و اون نگهبان قطار با ما لج کرد و کولر زد و ما تو صبح که خواستیم بخوابیم منجمد بودیم، واسه همین اصلا نخوابیدیم. خیلی بچه ما رسیدیم. ساعت چنده؟ ساعت چنده؟ 7:21 ما یزدیم. برا مسا 4 ساعت دستشویی. ببینیم کی میاد. نیومده. اومد. از اونجایی که اینجا خیلی خاکه، من و سوگل ماسک زدیم. والا این کاری ندارم ماسک نزده، خاکشش داره. بعد حالا اومدیم این چیه؟ دخمه نمیدونم زرتشتی همچین چیزی. بعد داریم میریم بالا. حالا رفتم بالا دوباره فیلم میگیرم. شن
اینجا به خاطر اینکه خیلی نفس میزدم صداشو قطع کردم و بهتره که خودم توضیح بدم. اینجا زرتشتیان وقتی یکی میمرده با حالا خری قاطری چیزی میوردنش بالا و وقتی میارن بالا کفنشو باز میکنن تا پندهای گوشخوار گوش بدن اون از جنازه رو بخورن. بعد از اینکه تموم میشه و فقط استخونه اون از جنازه میمونه، مامورای این قسمت میان استخوناش رو ور میدارن و میریزن تو اون چاله‌ای که همین الان دیدید و بعدش اونجا روش آهک و گوگرد فکر کنم اگه یا تیزاب میریزن و سرانجام اون چیزاش باز میشه، اون استخونا متلاشی میشه. این آتشکده زرتشتیان یزده که طبق روایات 1500 سال پیش این آتش رو به شهر یزد آوردن و از موقع آتشش خاموش نشده. توی قرن 10 میلادی این آتش رو برای در امان موندن شهروندان یزد از دشمنان به شهر یزد آوردن و از موقع مونده. بچه وسطا ارتفاع داده به اینجا ناخودآگاه شما خب اما مثل جالب بهتون بگم چرا از 6 یکی به رویایی که نمیرسی به دستم نمیشی سهمم اما من همیشه عاشقت هستم. شما اومدیم کویر یزد، قراره شتر سواری و موتور سواری کنیم و اینم حالا از بودشه. سوگن جان چه حسی داری گلم؟ عزیزم چرا هوا باید ابری باشه تو کویر؟ راست میگی هوا ابریه و امروز آخرین ماهی از آخرین ماه امساله که کامله و قرار بمونه ببینیم که ابریه. همین سادگی. دارم خوش میگذره واقعا. با یه دست موتور 4 چند نفر اینجا خاک شده؟ فعلا 4 نفر اینجا مثل پنجمیش تویی؟ فکر کنم الان نوبت تو نصیبت میشه. مثل دیگه تو مردن منو نمیبینی. ببینیم به آرزوهات میرسی یا نه. 3 2 1 نه گاز نیست، گاز باید باشه. نه یعنی دستتون به گاز نمیده؟ اینم از روز آخر که رفتیم لیزاردلند یا همون خونه حیوونا و اینجا یه دونه میمونه داشت گوشی منو میگرفت که گاز بگیرم و من نمیذاشتم و هرسی شده بود و اونجا هم کلی پول دادم تا بتونم با یه دونه سوسمار عکس بگیرم و که اینجا عکسش هم هست و با یه دونه مار. واقعا نمیدونم چرا ولی آره. اینم یه سری عکس کوتاه از یزدی که رفته بودم و مرسی که این ویدیو رو دیدید. امیدوارم خوشتون اومده باشه. تا ویدیوی بعدی خدافظ.